همه شما مخلصان تلویزیون ورزش، این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتیم. سرخیو راموس محافظتگر دسته ریال با آخرین گل زده خود رکورد آنسولا را شکست. این در حال است که راموس در بازی آخر که دسته ریال با ریال سوسیداد وخور در اجرای پنالتی اشتباه نکرد و 68مین گل خود را در دایره رقابت‌های لالیگا به ثمر رسانید که با این نشان داد رکورد محافظتگر دستان بارسلونا رونالد کومان را شکست. سرخیو راموس بعد از کارانتین با ایمیج غیریادی که با کانور ماگرگر خود را مانند کرده بود به میدان برآمد. شود گفته کانور ماگرگر در فوتبال راموس هم با قول گندگی‌اش خیلی زیاد است. موضوعی که حالا موضوع رقم 1 دنیایی شده است این همون نژاد پرستی است که جهانیان را به اعتراض برآورده است. حیات سیاه‌پوستان ارزش دارد. این از شعار همگان. دسته تورینو با دستگیری کردن سیاه‌پوستان دنیا عکس عجیبی را در صفحه خود گذاشت که همه را حیران کرد و 90% استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی این عمل باشگاه ایتالیایی را به قول شرمندگی خواندند. در این عکس ببینید که بازیگر تورینو نیکولا نوکولو به خاطر احترام سیاه‌پوستان با زانو نشسته است، ولی عکس چنان به نظر می رسد که نوکولو نزد سفیدپوست تعظیم دارد. این سفیدپوست هم دسته نوکولو کاپیتان دسته تورینی اندریا بلوتی است. همه شهرها ضد این عکس روانه شدند، ولی از چی باشد که دسته تورینو تا حال این عکس را از صفحه خود پاک نکرده است. جان جونز بهترین ورزشگر UFC در وزن سنگین میانه که از سال 2009 تا حال با کسی بای نداده است میخواهد با بوکسچی دستان دنیا مایک تایسون رقابت نماید. جان جونز در اینستاگرام خود با مایک تایسون مراجعت کرده گفته است که مایک، من با تو در رینگ با قاعده های بوکس رقابت میکنم، اما تو در جواب باید با من در 8 کنجه با قاعده MMA رقابت نمایی. با اون همه احترامی که نسبت تو دارم وعده میدهم که یگان جای آسیب نمیبیند، ولی بازی رو بای میدی. اکنون جواب تایسون رو انتظارم. الکساندر ولکوف رازگوی روس که این نوبت در دوره رقابت‌های UFC اون ESPN 11 با ورزشگر مشهور غرب کورتیس بلیدز رقابت را باخت، از جانب مخلصانش مورد انتقاد قرار گرفت. از این مربی ولکوف تراس کیاشکو از مخلصان ولکوف مخصوصا از روس‌ها اظهار ناراضگی کرد. خیلی بد بود تو رقابت و بعد رقابت. باوری دارم که از این هم بدتر می‌شود. بگذار گفتن گیرند، کاروان می‌رود و سگان همون هاو می‌کنند. با بدخوانی الکساندر میگم که اقلا یک بار کوشش کنید با اکتاگون برآیید. مهم نیست که رقیبتون در کدام سطح است. بگذار شما رو با دلخواه رقیب به قفس درآورند و در آن رو ببندند. بعد گپ زنید میارزد. بعدی کار در این است که ما خودیا رو حتی مخلصی کردن نمیتوانیم. ما رو محافظان از آمریکا یاری دادن. حتی دینا وایت پرزیدنت تشکیلات رسمی UFC گفت که از عمل مخلصان ولکوف ناراضی هستند. گفته است تراس کیاشکو، من نمیفهمم واقعا راست میگوید این مربی. حتی پیش از رقابت ولکوف روزها در شبکه اجتماعی ورزشگر خود رو به هنر به مهارت گفته پس میزدن. همین رو میگم که از سبب‌های باخت ولکوف ما از شما بودید مخلصان عزیز. خبرها باز در موضوع UFC. دینا وایت پرزیدنت تشکیلات رسمی UFC در نشست مطبوعاتی در مورد آینده کانور حرف زد. فقط یک جمله گفت: کانور از ورزش کنار رفت. این سخن را در حالی گفت که روزنامه‌نگاران در این مورد بسیار پرسیدند. در مورد آینده حبیب نیز دینا وایت سخن گفت. شما نقص میدونید که حبیب چند قبل در صفحه اجتماعی خود که من در مورد آینده خود بدتر به شما اطلاع میدم گفته بود. رسانه‌های اطلاعاتی سرخط خبرهاشون چند قبل این بود که حبیب رو با نامزدی رئیس جمهوری داغستان پیشنهاد نمایند. از این خاطر حبیب نیز در صفحه‌های خود در مورد آینده نامعلومش حرف میزد. همگان گمان کردند که با رفتن کانور از UFC حبیب نیز سوی سیاست میرود، ولی دینا وایت چیز دیگر جواب داد. او گفت که من نمیفهمم که حبیب اونجا با چه کارها مشغول است. فقط همینش معلوم است که تیرما حبیب برای کمربند چمپیونی با داستین گیج رقابت میکند. این رو دینا وایت گفت. از این رو آروم باشید. حبیب رئیس جمهوری داغستان نمیشود. او حالا چمپیون است. تمام و سلام. خوسه لوئیس چیلاورت سابق دروازه‌بان منتخب پاراگوئه مسی را با دستان ارژنتینی دیگر دیگو مارادونا مقایسه کرد و بهای غیر انتظار داد. او گفت که مارادونا حتی 1% موفقیت‌های مسی را سزاوار نشده است. ارژنتینی‌ها شکر گویند که مسی منتخب ارژنتین را انتخاب کرده بود، نه منتخب اسپانیا را. میدانم بعد این مارادونا ملال میشود، ولی حقیقت است، گفته است چیلاورت.
نمیدونم. با همین تمام تا برنامه دیگر خیر.